در تاجیکستان قرار است از همین ماه سنجش فعالیت صاحبکاران و تاجران قطع کرده شود تا به گفته مقامات آنها وقت بیشتری برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری داشته باشند. فرمان رئیس جمهور هم درباره اعلان مراتوریا به همه نمود سنجش فعالیت‌های سوبیکت صاحبکاری روز 16 مارس امضا شد و تا روز 1 ژانویه سال آینده حکم اعتبار دارد. اما در تاجیکستان شکایت صاحبکاران از تفتیش پی در همین نهادهای دولتی زیاد است و برای این عباره دارند که ما را مثل گاو می‌دوشند. صحبت امروزه درباره آن است که آیا در واقع منع تفتیش کاری صاحبکاران تاجران نتیجه می‌دهد، کارشان را سبک می‌کند؟ برای صحبت در این باره ما وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده و اقتصادشناس صاحبکار ایوب جان ایگمزاد را به برنامه گپ آزاد دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود و سلام باشید. السلام علیکم. فرمان رئیس جمهور ظاهراً خوش پذیرفته شد. بعضی صاحبکاران آن را چاپ کرده در درآمدگاه شرکت‌های خود آویختند. گفتند فرمان خوب، ولی اظهار شبهه میکنند که آیا آن اجرا خواهد شد و نتیجه خواهد داد؟ انا همین سوال به شما محترم عثمانزاده از شما میخوایم شروع کنیم. مرحمت. چونین اقدام حکومت جمهوری با امضای پرزیدنت یعنی چهارم بار است. یعنی سال 2008 2010 چونین اقدام بود. سال 2011 و 14 سال 2018 20 یعنی 2 سالی مراتور اعلام میکردن. این سال باشد با مدت قریب 8 ماه یعنی از 16 ژانویه فرمان پرزیدنت برآمد که در مدت 1 ماه زیر ساختارهای مربوطه داخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تنظیم درآوردن، این چنین مطابق کردن با سندهای معیاری حقوقی، یعنی قانون ایجاد کنند و این قانون برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شود و این مهلت مراتوریا این دفعه تا 1 ژانویه سال 2023 ادامه می‌یابد و فرقیتش همین است که تمام سوبیکت‌های صاحبکاری در اینجا فرا میگیرد. سراول مثلا در بعضی مراتوریا یک قسمی صاحبکاران به نظر میگرفتند. خب در این مراتبه باشد هم سوبیکت‌های اقتصادی، هم صاحبکاری، هم خدمت رسانی، یعنی همه سوبیکت‌ها یعنی که فرا گرفته می‌شود. جناب عثمانزاده، شما چی دلیل ها دارید که آن اجرا خواهد شد؟ یعنی این مراتوری که شما اشاره کردید آیا نمونه های در گذشته بوده است و نتیجه داده است؟ این رو می‌خواستم میگفتین. ما در یک جامعه هستیم که جامعه را ساخته ایستاده ایم. جامعه ساخته ایستاده ایم. ببینید اگر یک مثال عادی بیاریم، وقتی که چین دیوار میسازد برای محافظت چین، خب بعدی 3 سال بعد از ساختن دیوار 4 بار هدف حمله و وارد شدن دشمن به حدود چین می شود، برای اینکه به دشمن لازم نبود که به بالای دیوار برآید، به واسطه دروازه می درآمد. به واسطه دروازه ما پول میداد یعنی می درآمد. یعنی دیوار را چین ساخت ولی دروازه بان نساخته بود، دیوار بان نساخته بود. ما ببینید اگر در یک ردیف بگیریم مقایسه کنیم، ما ببینید شهرها را ساختیم، امکانات زیادی به کشاورزان دادیم، امکانات به اقتصاددان ها مثلا به صاحبکاران دیگر دادیم، ولی در همه جبهه ها هنوز هم کشاورزی اساسی، صاحبکاری که مثلا همه طرف اون فعالیت خود سرفهم برود به درجه درکاری نداریم و از ندانستن قانون، ندانستن حق و حقوق خودشان مشکلات زیاد پیدا می شود. حتی صاحبکاران هستند که معلومات بعضوی اساسی ندارند و اون ساحه‌ای که مشغولند، مخصوصا در ساحه مثلا کشاورزی. جناب ایگمزاد، حالا نظر شما رو می‌خواستیم بفهمیم. فرمان چگونه است و اجرا خواهد شد و ثمر خواهد آورد؟ ما همین رو گفتنی هستم که چخیلی که استاد گفتن، این 4 بار چنین مراتوریا استفاده شده است. در اما سالهای 2008 2010 ما حتی در یکی از تفتیشات ها اشتراک داشتم، یعنی من در مغازه یک جورم بودم و در همون سال یاد ندارم، به فکرم به مهلت طولانی تر از 8 ماه مراتوری اعلان شده بود. لیکن وقتی تفتیشات آمد من گفتم مراتوری است، چنین وانمود کردن که برای آنها این قانون
اهمیتی ندارد. ما اجرای این قانون را با یک مثال به شما میآورم. مثال زیاد از 25 سال ما در تاجیکستان اعلام میکنیم که ابلاغ غیر قانونی است، لیکن هر سال 2 بار میبینیم که ابلاغ میشود. یعنی اجرایش آن، اجرایش همین غیر قانونی بودن ابلاغ وای نمیشود، به عمل آورده نمیشود. چون این هم من فکر میکنم که این اجرا شدن چون این مراتور خیلی دشوار میشد. اگر حتی اجرا شود هم بعد 8 ماه با قوه دو کرته با غم دادن صاحبکاران آغاز میکنند. میشود روشن‌تر بگویید؟ میتونید دلیل بیارید؟ یعنی چی میخواهید بگویید؟ امین میخواستم اینا ببینید، یک چیز باید فهمیم که برای چی این مراتور براه مانده شد. یعنی سبب اساسیش دستگیری صاحبکاری. بله. یعنی این مضمون آن دارد که همه این تفتیشات ها سد راه صاحبکاری است. مراتور اگر برای دستگیری صاحبکاری براه مانده باشد، تفتیشات و سنجش ها سد راه می شود. ما بجای آنه که همون سد راه را تماما از بین بریم، ما گفتیم 8 ماه طاقت کن، بعد 8 ماه به کار دوام ده. فهمیدید؟ برای بله. من فکر میکنم که این چنین این دستگیری نیست. دستگیری صاحبکاری چنین شده نمیتواند. دستگیری صاحبکاری این بگیم که آسان کردن عموما همین هر یک صاحبکار مثلا استحصال کننده معده نباید همون کودکس اندازه از یاد داند و هم اندازه رو شناسد و باید فقط کار خود داند. مثلا هم یک سیخ مکرون دارد، فقط همین تکنولوژی برآوردن مکرون رو داشته باشد. بله، تشکر. جناب عثمان زاده، به همین حرفای جناب ایگمزاد شما چی نظر دارید که یعنی که مراتور به اون طوری که لازم است اجرا نمیشد، انجام نمییابد، با صاحبکاران رو ناراضی میگذارد؟ بازخانه برادر قسما راضی هستم، قسما نه. ببینید، من پیشتر قید کردم که ما دولت ساختیم، ولی همون جامعه‌ای که نساختیم که به ساحه‌های مختلف خود درست مشغول باشن، حقوق خودشون را تأخیر نمیدونن. مثلا من حتی در یک حالت رقم تلفن ما در فیسبوک ماندم که اگر هر مشکلاتی که دارید مراجعت کنید. زیاد از 1000 نفر مراجعت کرده، اکثریت اون را بررسی کردیم. مردم حق حقوق چند نمیدونند. وقتی که مراتور اعلان شد و کارگری دیگری با نام شهادتنامه خود، آدمان قلاب هم زیاد هستند. چی ما نداریم؟ در همه ساختارها یک تا دو تا پیدا می شود نفرانی که شکل سیمای خوب دارن، خب بگیم و ترجمه حال خوب هم دارن، نه که در عمل میبینیم بعضی وقت یک قلابی میکنن. خب همون صاحبکار باید به ساختار مربوطه باید که مراجعت کرد در اساس قانون و وکالتایی که حکومت داده است، با امکانیتی که داده است و میتوند سراول بر وکیلش مراجعت کنند که حقوق را محافظت کنند. و فقط وقتی که یک کس مراجعت میکرد غیر قانونی، خب اگر شما خودتون نمیتونید خودتون محافظت کرده، خب با ساختارهایی که شما را امکانات داده است باید که مراجعت کنید. یعنی که این به معنای است که صاحبکار وقتی که اون طوری که شما گفتید حق و حقوق خودش نمیدوند، از این باید مقامات تفتیشاتی دولتی باید سوء استفاده کنند و به اونها پشت سری هم پای در پای باید تفتیشات ها انجام دهند. همین خیلی شما گفتن است. در اون مثلا نمود نیست که شما میگویید که همچون گاو میجوشن یا که پای در پای هر روز یک تا نیم تا پیدا میشود چون این نفرانی که غیر قانونی خب با قانون شکنی خوب دست میزنن. حکومت هم در بعضی حالات اون رو دستگیر میکنه. چقدر امکان دارد ما زندان داریم، طوری ساختارهای مقامات قدرتی حکومتی درست در اونجا در زندان علاهیده ما قانون شکنی کردن. و حالا بید رو آریم به جناب ایگمزاد، آیا صاحبکاران به این فرمان تا کجا باور دارند و باز هم حق تفتیش دادن به این ساختارها چی معنی داشته میتوانند؟ جناب ایگمزاد نظر شما رو میخواستیم. حاضر اینجا یک چیز رو باید قید نمایم که از گفته‌های استاد گفتن که صاحبکار حقوق خود را نمیداند. اکنون میگیریم کمیته انداز را. آیا کمیته انداز بغیر از تفتیشات و دیگر و عهده‌داری خود را خوب میداند؟ هر یک کارگرش، حتی بگیم که رئیسان منطقوی، فکر میکنم که نمیداند، برای آنکه در کودکس
андози ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 90 омадааст ки қисми 1 кумита бояд аз андозсупоранда яъне аз соҳибкор ҳимоят кунад. шумо оре ягон бор шунидаед ки кумитаи андоз аз ягон соҳибкор ҳимоят карда бошад? баръакс, кумитаи андоз ин ба яке аз гӯем ки органҳои мисли пулису мисли прокуратура табдил ёфтааст. фақат кораш бо санҷишу азоб додани соҳибкор аст. ҷаноби гамзод, як лаҳза хоҳиш мекунам. ҷаноби усмонзода, ба ҳамин нуқтаи назари Эгамзод чӣ мегӯед шумо? яъне ки кумитаи андоз ба ҷои он ки вазифаи худаш иҷро кунад, мисли додситонию идораи коррупсия, яъне ки тафтишу санҷишҳое мегузаронду бозам соҳибкоронро ноумед мекунад. ба ҳамин нукта чӣ назар доред шумо? бубинед, дар фаъолияти кори мақомоти андоз яъне функсияи асосии амин кумита яъне ҷамъ овардани андозҳо яке аз қисмҳои даромади буҷа аст. ва барои ҳамин вақте ки баъзе соҳибкороне ки қонунро риоя намекунанд, дар вақташ ҳисоботро намеспоранд ва инчунин шубҳаҳо пайдо мешавад оиди фаъолият ва спордани андоз яъне рӯпӯш кардани даромадҳо ва дигарҳо, хуб чӣ уно тафтиш накунанд? ман гуфтам мо ҷомеае насохтем ки шаҳрнишин бошад, деҳотнишин бошад ё ки он соҳаҳои мухталифи хича ва бидонад. андоза қариб ки аксарияти ҳамин соҳибкоро рӯпӯш мекунанд. аксарияти ино худашон пора пешниҳод мекунанд, худашон аз мушкилотҳо мегрезанд. бубинед, лекин инам айб нест. ин давраи гузариш аст. ин мушкилотҳо мо мехоҳем намехоҳем мардум дар давраи мутобиқшавӣ ба арзишҳои демократия аст. ҷомеаи демократиро мо дар 5 сол 10 сол сохтан наметавонем. ин ҳудуди як давлат як даруни як зиндон нест. дар инҷа муносибатҳои дигар ҳам ҳаст ки арзишҳои зиндагӣ аст ки мо ҳамаро дар як ба таври шаклгирӣ анҷом медиҳем ва ҳамон кумитаи андозам бояд ки тафтиш кунад. бе тафтишот фикр мекунад мақомоти андоз бояд умуман ки тафтиш накунад? خب به اینم نمیشود. ببینید صدها دلیل ها هست که اندازه را روپوش میکنن نمیسپرند. درست است که بعضی کارگران مقاماتی انداز یا که ساختارهای دیگر با خاموشکنی میزنن. من تکرار میکنم از وکالت‌های خودشون بیرون میبیاید با ما مراجعت میکنن، شخصا با من مراجعت کردن. من مثلا تا خودی که اونا از کار مثلا دور کردن مثلا چاره ها دیدیم. ببینید بنابر آمار رسمی در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 20,000 صاحبکار از ادامه فعالیتش دست کشیده است. یک دلیلش را هم تفتیش و سنجش های بی اساس و پی در پی مقامات نامیدند. جناب گمزاد، نظر شما به همین نکته چی است؟ من پیش از همه با گفته‌های استاد یک چیز گفتنی بودم که میگن بسیار صاحبکاران خودشان قانون ویرانکنی میکنند، دیگر انداز در وقتش نمیسپرند. مثال من هم اینجا در جایی که زندگی میکنم صاحبکار هستم. من یک مثال میارم. چخیلی که گفتم کمیته انداز باید دستگیری کند. همین سال گذشته در وقت همین کوارتلی اندازپوری گریم من اینجا کامرشالیست میگه بوغالتری مصاحب خود را عوض کردم. همین خیلی شد که یک انداز فراموش شده با مبلغ 3,000 چند یورو. اناکنون اینا ببینید که تخمینا 8 ماه از ویش گذشته است مهلتش. وقتی این کشوده شد با من کمیته انداز، کمیته واردات میگن اینجا، با من مصلحت داد که تو باید اینو حتما سپاری و برای 8 ماه به وقت موندنم با من 4% فقط 4% بگوییم که جریمه زدم. 4% از 3,000 یورو. شما نام کشوری که در اونجا به صاحبکاری مشغول هست نام میبره؟ نام کشوری که در اونجا به صاحبکاری مشغول هست؟ حتما این وای نیست. من در ایتالیا در روم کار و زندگی میکنم. وقتی که 4% فقط جریمه زدن، وقتی گفتم من اکنون این 3,000 چند یورو بود، من گفتم من پورا دادن نمیتونم با یک وای گویم. گفتن مایلش با چقدر میگم قسم داده میتونیم؟ من گفتم 6 ماه. با 6 تقسیم کردن. گفتم من هر ماه همین اندازه سپرد. فهمیدید هیچ کس من وای نکرد، عذاب نداد و برعکس
با من کمک رساندن که از این بیرون شوم. بله برای حالا همین من برگردیم میگم به سوال ما. بنابر آمار رسمی در یک سال مسئول آخر شما. بله در تاجیکستان بیش از 20,000 صاحبکار از ادامه فعالیتش دست کشیده است. بفرمایید مرحبا. من همین بسیار صاحبکاران که در تاجیکستان فعالیت میکنن وقتی صحبت میکنن اونها از همه مقاماتی که تفتیش میکنن خیلی میترسن. مثال کمیته انداز دیگر بسیارش از انداز مبلغ‌های هنگفت قرضدار میشوند و مجبور محکم میکنن. برای چی؟ برای اینکه کمیته انداز غیر از اونه که فرمان مراتوری برآمد دیگه نقشه دارد، نقشه سالانه و نقشه تقسیم میشد به منطقه ها و هر یک ناظر منطقوی باید همون از تگ زمین باشد، همون گوییم که مبلغ را ستاند از صاحبکار. بسیاری صاحبکاران باور کنید بسیاری نمودهای اندازه حتی پیش پرداخت علیه سپرده شدن، برای آنکه از آنها کمیته منطقوی طلب میکند که سپاره. اکنون وقتی که شما میگید که مراجعت کند دیگر ما میدونیم که چخیل این مراجعت ها با آخر میرسد. همه بلا آمده به سری صاحبکار میزند، صاحبکار یا مجبور گریخته میرد، همه چیز فروخته یا یگان بهانه میکنه یگان و محکم میکنن. این مثال ها بسیار است. ما یگان با رولی نشوندم که در سودهای تاجیکستان وقتی صاحبکار با مقامات دولتی گوییم که سپار میکند یگان بار با فایده صاحبکار حل شده باشد. همه وقت صاحبکار بای میتید. این مضمون آن را دارد که صاحبکاری که جای کار میسازد پیش میبرد، یگان حکومت، یگان دولت، یگان وای حاضر در یگان منطقه دنیا گوییم که با مردم پیشروی نمیورد، با مردم نان نمیتید، نان مردم را صاحبکار میتید. وقتی که همون انداز میسپرد دیگه انداز سپرنده میتید و باید آن همه طرفه دستگیری شود. بازی با ما خیلی که حاضر کمیته انداز خیلی چنین شده است که خیلی وقتی چنگیزخان وقتی یگان مملکت رو وای میکرد غصب میکرد با هر یک گوییم که وای میسپرید انداز میسپرد حتما باید سپرد، کارش شود نشود بانکروت شود دیگه شد باید سپرد. همین خیلی شده ماند با جای دستگیری صاحبکاری حتما همون مبلغ ستانیده شود. این نادرست است. محترم عثمان زاده، شما وکیل پارلمان هستید، چرا وکیلان و از جمله خود شما همین مسئله ها را با نمایندگان حکومت در میان نمیگذارید؟ آنها را دعوت کرده نمیگوید که این گونه سنجش ها را کم کنند مانند که مردم کارشان را پیش برند، یک کار آزادانه، یک فضای آزادتر برای صاحبکارها پیش بیاد؟ چرا؟ ما صدها بار گفتیم ما درباره نسپاریدن یا اینکه آزار دادن مثلا کارمندان مقامات‌های نظارت تفتیشاتی چون سخن می‌رود، درست است که کمبودی‌ها هست و کمبودی‌ها روز تا روز مثلا اصلاح می‌شوند. شخصا من خودم در یک سال اخیر 4 ناحیه شهر دوشنبه با سرداران ریاست‌های اندازی شعبه‌های اندازی ناحیه‌های شهر دوشنبه باخری داشتم. این مشکلاتی شما میگه شخصا من با همه اینا رو بررسی کردیم. هر یک تینه مناسبت، لباس و گپ زدن، عقل، فراست، مثلا دانش، سطح دانش، بگیم یک انتظام، یک فرهنگ همون مراجعت و قبول کار افتاده مخصوصا صاحبکاران که اینا البته منبع اساسی قسمت درآمدی بودجه هستند، لیکن باید یک پهلوی دیگر به نظر بگیریم. درست است. تا آخر گوش کنید، یک دقیقه نه یک دقیقه گوش خواهش می‌کنم. من دیدم که برای چی بعضی صاحبکاران میبندن؟ برای که با گفت رسول نه پروفسیونالیسم. مثلا ما تحقیقات آوردیم در کشاورزی، رئیس خودیاگی‌های دهقانی پختکاری، یک تاش معلم تاریخ، یک تاش معلم فیزیک، یک تاش تراکتورون پیتیوتون کاس و بعد یک دختر دیگر است که خوب مکتب میونت تمام کرده است. یکم نرم اگرتکنیکی را نمیدونن، یکم مثلا چیزوی خودی قشلاق حشر زراسون نمیشناسند و در همین قیاس دیگر تاجرانی که به هر سو مشغولن و یا معلومات بازاری و پروفسیونالی تجارت تا آخر که نمیدونن خوب بانکروت میشن میبندن. فکر میکنه برای چی دیگر تاجرها همه نبستن، یک قسم بست. اقتصاددان های تاجیک میگویند در صورت درست تطبیق شدنش مراتوری میتونه صاحبکاران را تقریبا 35% زیان مالی امین دارد. جناب ایگمزاد در این باره میخواستم چند جمله بگفتید. مرحبا. در همین سوال خودتان جواب است
یعنی این مضمونی آن رو دارد که همون تفتیشات ها، سنجش تفتیشات ها 35% ضرر می آورد. اگر همین تفتیشات ها قطع کرده شود 35% ضرر می آورد. با جای اونه که من خیلی که گفتم مراتوری اعلان کردم، باید همون کمیته انداز عموما قانون های ما خوب است ولی اجرایشش بد است. آنها تربیت کرده شوند که چخیل رفتار کنند. باید همون چخیل که گفتم ماده 90 کودکس انداز جمهوری تاجیکستان حتما رعایت کند، حمایت کنند اندازباننده به جای آنی که با آن دقیق بپیسه از آن گوییم که پول ستاند. در تاجیکستان همیشه شده مانده است که حاضر حتی همین پولچونک برق با گوییم که با همون صاحب خانه جنجال میکند چون ارگانی تفتیشات چون میلیسا رفتار میکنند. باید این پوره عوض کرده شود. با کمیته انداز دیگه چونین ندانم ترینینگ ها گذرانده شود که چخیل باید رفتار کنند. حتما باید دستگیری کنند. بله تشکر. و حالا همراه به صحبت سرراهی همکارانم توجه شما را جلب میکنم که با سوال آیا به مراتوری باور دارید به ساکنان پایتخت مراجعت کردن و همچنین با چند نفر از صاحبکارا. حالا توجه میکنیم سپس با صحبتم رو ادامه میدیم. مرحمت. فرمان که برآمد باید عقفاش یک نظارتچی هم باشه. این فرمان برآمدنش پرابلم نه، مثلا مشکلی نه. باید یک نظارتچی باشد که همه نظارت کند که همین قانونی برآمدگی که جاده فعالیتش هست که جا نیست. اگر سنجشو کمترکی باشه فکر میکنم برای صاحبکار خیلی دستگیری. اگر باشه با شرطی که باشه همین. نه دو مسئله مشکل کیسم قانون را و نمیکنم. نمیدونم. میبینم همش میبینم و میکنم. نیستن جناب سنجشو هسته. گفتهای پرزیدنت اجرا میشه و اخو این بازار به یکم سالمانه میدونم که چه خیلی میشه. این صحبت سراحی همکاران ما را دیدیم. جناب عثمانزاده خیلی کوتاه فشرده میخواستم که نظرتون میگفته در رابطه به نظری که در اینجا پرسیده شد و مردم صحبت کردن. ببینید همین درباره مراتوری وقتی که اعلان میکنن و دیگر شرط شرایطی که بحث صاحبکارا داده میشود، مثلا درباره گفتم پیش پرداخت گفتن در تلویزیون شبکه‌های اولی جمهوری همیشه اعلان ها می شود که کسی از شما برای پیش پرداخت انداز اگر توصیه داد یا طلب کرد با کمیته انداز فلان رقم مراجعت کنید. تشکر. جناب گمزو شما چی نظر دارید وابسته به صحبت سریراهی همکاران ما؟ اکنون اینجا یک نفر گفتن که باید همین نظارت شود. این خودش گوییم که مراتوری اجرا شدنش نظارت کردن با یک ارگان دیگه باید نظارت کنه. این تماما نادرست است. باید خیلی که استاد گفتن خود مردم نظارت کند، لیکن باید یک تلفن باوری باشد که با اون تلفن به طرف به نام میگوییم که پنهانی انونیم یگان همون نفری که دید زنگ زده گوید که تفتیشات شد با پنهان کردن نام خود در فقط همین حالت وقتی که شخصی که چنین قانون مراتوری را ویران کرد جزا داده شود، لیکن اون شخص نداند که کی با اون مراجعت کرد ضد اون، در اون وقت کار کردنش ممکن است. تشکر. و در اینجا برنامه را با آخر میرسانیم، ولی میخواستم نظری هر دوی شما را به طور خلاصه پرسم که چی پیشنهاد دارید، چی باید کرد که مراتوری به درستی اجرا کرده شود، شفاف و روشن. جناب عثمانزاده مرحمت. من یک چیز اضافه کنم برای که مرا وقت کم دادی برادر عزیز، وقت کم دادیم. در تمام شاهدها تلفن باوری هست. در ناحیه فرخار یک جنایت شد و من تلفن کردم. من با تلفن باوری وزارت کارهای داخلی مراجعت کردم. در مدت نیم ساعت همون نتیجه همون من دادم. در کمیته انداز در تمام وزارت‌ها تلفن باوری هست. در دستگاه اجرایی پرزیدنت مخصوص یک آدم است. در تلفنش که انتظار است که چی شکایت دارد و چی دارد. همین شرایط مراجعت البته باید که درست باشد. ببینید یکی از سبب‌هایی که همین مشکلات پیدا می شود، بعضی نفهمی ها می شود، اساساً این در سطح لازمه قرار نداشتن قبول شهروندان در حکومت های شهر ناحیه است.
تشکر. قبول شهروندان در سطح معین مانده نشده است. برای همین بله. در تشکر. بعض حالت‌ها یعنی شخصان اول باید باشن نظارت کنند خب مردم چی شکایت دارند کی چی میگوید خوب این چیزای میده چیده همه این میشود که اینا اصلاح کرد. لیکن در تشکر. مجموع در جناب گمزاد شما چی نظر دارید؟ یعنی چیکار باید کرد که این مسئله به درستی دیگر انجام شود؟ نظر شما خواهش میکنم. خیلی فشرده. اکنون من یک فشرده یک مثال میارم. فکر میکنیم یک اویله گوییم که در اون اویله مرد زن و کودکای خود را عذاب جسمانی میزند میگیم. وقتی با اون میگید که من 8 ماه به تو مهلت دیگه نرس به زن کودکات میگید این نادرست است. باید اون مرد را تربیت کرد که دیگر تماما نزند زن کودکای خود را. فهمیدید؟ این مضمونی آن را دارد که این مراتوریا فایده زیادی نمیآورد وقتی که سبب‌های ضرر این سنجش و تفتیشات ها از بین برده نشود با صاحبکاران. ضرر تفتیشات ها به صاحبکاران از بین برده نشود این یگان فایده ندارد. 8 ماه 2 سال 5 سال مراتوریا اعلام کند با یک مدت کوتاه صاحبکار بگیم که اوهی سبک میکشد که من دیگه پرورکه نمیشد یکی بعدی با دوام میتید. در همین جا به هر دوی شما بار دیگر با اظهار سپاسگزاری گپ آزاد را به پایان میرسانیم. مهمانان ما وکیل پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده و اقتصاددان از خارج تاجیکستان ایوب جان گمزاد بودند. بینندگان عزیز اگر پیشنهادی در مسائل جدی جامعه تاجیکستان دارید مرحمت فرستانید. من میرزا نبی خالقزاد بودم. خدا نگهدار شما.